كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. ای کاش زنده بودی بار کلمه های جمله رو میشنیدم. شما مذکر نبودین، شما مرد واقعی بودین و خود فدای ازای از استادن مردم کردین. افتخار بزرگی بالاخره همه ما یک روز از این دنیا میریم به علتهای مختلف، ولی مرگ شما خیلی با افتخار بود با حضور زیادی از مردم. چقدر شما محبوبیت داشتید و چقدر مردم شما رو دوست. ما از ارادت خلاص خود به تمام مخاطبین این ویدیو تقدیم میکنم. بنده ما احمدی هستم از اون جایی که نسبت به شناخت کاری و خدمات انسان دوستانه و انسان محورانه جنرال صاحب شهید خدمت جناب جنرال کامالدین سری را همه دنیا میدانند و امروز هم با حضور گسترده ای از ملت شریف مظلوم و محروم افغانستان و در عین حال ملت قهرمانساز افغانستان شاهد بودیم و امروز مراسم تشییع جنازه زنده یاد شهید خدمت جناب جنرال صاحب کامالدین سری بود یا با بار آخر خداحافظی مردم با پیکر جناب جنرال صاحب بود و این ممکن که خیلی دردناک و سخت و تمام مردم افغانستان هست، جای شک و تردیدی نیست. اما با آنچه که این اتفاق تلخ افتاد ما نمیتونیم زود قضاوت بکنیم و تصمیم بگیریم که کی ملامت هست و کی سلامت. این تصمیم میگذاریم به حقایق‌های موجود که مردم افغانستان آگاه نیست و هم به قضا و قدر خداوند و ای که دولت محترم جمهوری اسلامی ایران اینقدر این فرصت بزرگ و اینقدر این دل بزرگ را انجام داد، نه تنها از که در طی چندین سالها میزبانی کرد از برادران و خواهران افغانستانی خود، امروز با یک آرامش و در قسمت تامین امنیت مراسم تشییع جنازه جناب جنرال صاحب داشتیم. واقعا قدردان و لطف کشور میزبان دولت محترم جمهوری اسلامی ایران هستیم. انشالله که این لطفشان با شهید شدن جناب جنرال صاحب قطع نشه، ادامه پیدا بکنه، چون جنرال صاحب درست مرد تکرار نشده ولی جنرال صاحب ده ها صدها هزارات جنرال دیگه مثل خود تربیت آموزش داده. بسیار تشکر.